یه جمله معروف داره میگه که تو ممکنه بتونی زنتو یا شوهرتو عوض کنی ولی تیمتو نمیتونی عوض کنی. مال الی کانتوناست دیگه. یارو میگه تو میتونی دینتو عوض کنی، میتونی زن نامزد یا همون نامزد تو. آره. حالا آره در این بخش دوباره ما اولشو برداشتیم و کاری آقا به خدا ایشون مهربان. من آقا من خب چیه؟ من الان همکارمون اینجاست. خب فامیلش آقای ابوالقاسمیه. تمام شد. خب بعد تو گوشیم چی سیو کردم؟ تمام شد. خودتون خب آره خودت هر مثلا همچین. بله نه میگم من که دارم میگم یه چیز طبیعیه تو داری میخندی. فکر نکن یادم رفته پیرهن فکر نکن بس هر لحظه ممکنه بیاد سمت تو. شما ذهنتون منحرفه.